آموزش نحوه کارکرد با پکیج گرمیرام مدل PXGS. روی این پکیج ها ما 3 تا دونه دکمه داریم و یه دونه ولوم داریم. دوستان، دکمه اولی برای خاموش کردن مشعل دستگاهه، دکمه دومی برای خاموش کردن پمپ دستگاهه و دکمه بزرگ عکس حالت رعد و برق هم روشه، حالت جرقه زن دستگاه، یعنی چند بار میزنید جرقه میزنه، شمک که روشن شد این دکمه رو خاموش میکنید. و نشانگر دمای آب داخل دیگ این نمایشگر. این ترموستات برای تنظیم کردن دمای دیگ که اینجا شماره هایی داره 30 40 50 60 70 80 که شما توسط این فلش تنظیم میکنید. ببینید ما الان دما رو تغییر میدونیم، میدونیم 60. این 60 روبروی این فلش قرار بگیره، رو اون دما ترموستات اگر سالم باشه قطع و وصل میکنه. نشانگر بار آب دستگاه خیلی مهمه. بار آب دستگاه باید بین 1.5 الی 2 باشه، کمتر از 1 نباشه، بالای 2 هم نره که اینجا الان ما دستگاهمون بالای 2 رفته فشارش، به خاطر اینکه منبع انبساطمون خرابه. حالا اون موضوع دیگه‌ای داره که بعداً باید توضیح بدم. و برای روشن کردن شمعک دستگاه شما باید این کاری که من میگم رو انجام بدید. دوستان ببینید، میایم این شاسی رو کاملا به سمت پایین فشار میدین. ببینید روی این وضعیت کاملا که رو حالت پایین فشار دادین، جرقه زن رو میزنید. اگر جرقه زنتون سالم باشه شمعک روشن میشه. اگر شمعکتون با دکمه جرقه زن روشن نشد، از زیر با یه مشعل شمعک رو روشن میکنید. حدود 30 الی 40 ثانیه صبر میکنید شمعک ترموکوبل رو داغ کنه. این سیم ترموکوبل داخل دستگاهه. ترموکوبل که داغ شد به آرومی این شاسی بالا میدین و میچرخونید به سمت، به این صورت میچرخونید به سمت راست و مشعلتون روشن میشه. اگر شمعکتون وای نستاد چندین بار این حرکت انجام دارین، احتمالا ترموکوبلتون خراب شده و نمیتونه برق ترموکوبلا کار کردی که دارن یه برق ضعیفی تولید میکنن، نمیتونه این برق ضعیفیشو تولید کنه که این شیرگاز متوجه بشه شمعک روشنه و با تعویض این ترموکوبل میتونید روشن نشدن شمعکتون هم درست کنید. و برای تنظیم کردن بار آبم اینجا ما یه سری تغییرات قبلا دادم، ما دست نزدیم. اینجا باید شیر پرکنی باشه که به این قسمت وصله، رابطه به این قسمت. شما وقتی این شیر رو باز میکنید، ما دیگه خروجی آب گرم نداریم، از اینجا بار آبمون رو تنظیم میکنیم، ولی این قسمت ورودی آب سرده، این قسمت خروجی آب گرمه و این قسمت پرکن دیگه که اینجا باید یه شیر داشته باشیم، یا اینجا یا اینجا، که شیر رو باز میکنید، فشار بارتون میره بالا و این شیر رو میبندید. اگر مثل این بود که ورودی آب سرد رو باز میکنید، فشار بارتون میره بالا، بعد میبندید. یه نکته مهمم که خدمتتون بگم روی این دستگاه ها، یه دونه ما اینجا هواگیری اتومات داریم، ایرونت داریم. لطفا این قسمت رو دوباره بگیر. این ایرونت ما چیکار میکنه؟ هوای دیگ رو میگیره. اگر هوا رو درست خارج نشه، دیگتون سریع داغ میشه و دستگاه درست کار نمیکنه. حتما مطمئن باشین که این ایرونتتون سالمه و حدودا اگر ایرونتتون جنس خوبیه 1 سالی در میون عوض بشه، حتی اگر سالم بود. ولی ایرونتتون اگر جنس نامرغوبیه و ایتالیایی اینا نیست، باید 6 ماه در میون این ایرونت عوض بشه به نظر بنده. و این هم شد نحوه کار کرد با دستگاه گرمیرام. اگر کسی رو میشناسی که دستگاه گرمیرام داره، این ویدیو رو براش بفرست.